اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیوی پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، یکایک شما را بار دیگر به برنامه اویلوی آستانه خیر مقدم میگویم و امروز با هم عاید سخاوت و چگونه قلب‌های دیگران را با سخاوت میتوانیم به دست گیریم صحبت میکنیم. پیش از آن که وارد موضوع شویم، به سمع شمایان عزیزان میرسانم که برابر رفتن این نوار در شبکه یوتیوب در خود پیام رادیو هم می رود و شمایان عزیزان می توانید پیام رادیو را در تلفن های خود از پلی مارکت و یا اپ استور پیوست کنید. و امروز چون در ماه مبارک رمضان قرار داریم و بجز اینکه ماه مبارک رمضان ماه طاعت و عبادت، ماه روزه و ماه قیام اللیل و تمام نیکی های دیگر را در بر میگیرد و در این ماه تمام عمل های صالح که سببی به جنت داخل شدن هست زیاد می شود. از جمله عمل هایی که در این ماه خیلی خیلی زیاد است و پیامبر نیز به آن مواظبت میکردند، این سخاوت و یا کرم و دادن به دیگران بود. و در یکی از حدیث های صحیح عبدالله ابن عباس میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه خیر و سخاوت میکردند، ولی خیر و سخاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان به مراتب می افزود و همچون نسیم فورم به هر گوشه و کنار، یعنی به تمام مردمان خیر و برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم می رسید، علل خصوص در رمضان که ثواب یک عمل از 700 مراتبه هم زیادتر می باشد. پیامبر خیلی زیاد خیر و سخاوت می کردن و درباره خود خیر و سخاوت کردن خیلی احادیث زیاد و آیت های زیادی الله در قرآن کریم آمده است. برای آنکه کمی بعد درباره فایده ها و یا پیامدهای نیک سخاوت صحبت میکنیم و عزیزان میبینید که چقدر مشکلی های عائلوی، اجتماعی و از مصیبت های زیادی هست که ما میتوانیم با سخاوت کردن و با
کرم کردن و انسانی کریم بودن آنها را برطرف کنیم. پیش از همه معنای کرم و یا سخاوت چی است؟ سخاوتمند انسانی هست که آن چیزی که در دستش هست و یا از مال خودش به کسی می دهد برابری دادنش خوشحال می شود. آنی که می دهد و خوشحال می شود و از این خیلی راضی است انسانی کریم می گویند و انسانی سخاوتمند می گویند. انا همین گونه انسانها را الله می گوید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. آنهایی که در راه الله مالهای خود را انفاق می دهند سخاوتمند هستند، از آن چیزی که دارند به دیگران می دهند. مثال اینها به مثال خوشه گندم است. یک دانه گندم که به زمین می کاری و از آن خوشه اش بیرون می شود و در آن تقریبا 700 دانه گندم می روید. برابری یک تینه که دادی 700 مراتب از آن زیادتر اجر می گیری. باز الله می گوید والله یضاعف لمن یشاء، بجز این 700 مراتبه که من زیاد می کنم از این هم به کسی که الله خواست باز زیادتر می کند. برای همین آنهایی که آن چیزی که دارند و به خرسندی می دهند و از داده خود و یا از کرده خود هرگز پشیمان نیستند، این گونه انسانها را انسانهای کریم و یا سخاوتمند می گوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در حدیث خود می گویند هر صبح که می درآید 2 فرشته از آسمان می فرایند و یکی می گوید اللهم اعط منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا. هر صبح که می شود 2 فرشته از آسمان نازل می شود و یکی می گوید پروردگارا هر کسی که داد تو به او بده، هر کسی که نفقه کرد از چیزی که در دستش هست بداد از آن نفقه کن، از آن نفقه کرد تو به او بده. و دیگر میگوید هر کسی ممسکی کرد، خسیسی کرد و نداد تو مال او را نابود کن. و میدونیم که دعای فرشته ها اجابت می باشد. ببخشید. و از روی همین حدیث هر کسی که سخاوتمندی میکند و آن چیزی که در دستش هست از آن به مردم میدهد و این چنین برابری دادن خود هرگز غمگین نیست، او از دعای فرشته ها و این چنین به آیتی که الله میگوید 700 مراتبه و از آن هم زیادتر به او میدهم از اینها بهره گیر می باشد. اینجا گفتیم آیت های خیلی زیاد درباره سخاوتمندی است و این چنین در این باره احادیث زیاده هم هست. از جمله الله میگوید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که از مالهایی که در دستشان هست هم در روز هم در شب هم پنهانی هم آشکارا از آن صدقه میکنند. انا همین گونه انسانها اجر و پاداششان در نزد الله هست و آنها هرگز از گذشته خود ترس ندارند، پشیمان نیستند و برای آینده هم هرگز ترس ندارند، چون با این عملهای نیک خود قلب آنها آرام است، آسایشته است و میدانند که پروردگار آنها را به خاطر این کرمی که کردند و سخاوتی که کردند همیشه پروردگار در کمک آنها می باشد. برای چی اینقدر زیاد در قرآن کریم از دادن صدقه، چی صدقه ها برای خویش و تبار باشد و آت ذی القربى حقه و المسکین و ابن السبیل، چی درباره اطعام طعام باشد، در آیات های قرآن کریم خیلی درباره سخاوتمندی سخن زیاد می رود و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اگر به زندگی ایشان و به زندگی صحابگان و همسران پیامبر نگاه کنیم کلی حیاتشان در دادن بود، همیشه سخاوتمند بودن، هر چی که می آمد می دادن. برای چی اونقدر سخاوت مرتبه بالا در اسلام دارد و مسلمان ها را برای چی اونقدر تشویق میکند الله که شمایان باید از آنچه که دارید بدهید. و وقتی گفتیم از آنچه که دارید بدهید این شامل تمام مسلمان ها هست، آنهایی که
هر کسی که در دست پول دارد و از آن زکات میدهد، این مسئله دیگر است، این مسئله فرضی هست که حتما باید بدهد. لیکن سخاوتی که الان ما گفته ایستاده ایم، این نفرانی هستند که مال آنها به درجه زکات و یا برابر زکات نیست، ولی از آنچه که در دستشان هست از آن انفاق میکنند. از برای اون که صحابه ها خیلی زیاد به این کار دست میزدن و حتی تمامی روز کار میکردن، اگر یک دانه خرما به دست آورند و یا یک مقدار کمی پول به دست آورند هم از آن صدقه میکردن و از آن به دیگران میدادن. بیایید ببینیم که فایده های اساسی سخاوت و دادن در چه است. پیش از همه عزیزان، هر کسی که صدقه میکند و سخاوت میکند، بلاها از او دور میشود، بیماری ها از او دور میشود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند دعوا مرضاکم بالصدقه، شما بیماران خود را با صدقه، با کمک کردن به دیگران شفا دهید، به آنها مداوات کنید. با این برای چی؟ برای آن که وقتی صدقه میکنی، صدقه سبب میشود که مصیبتی که به خانه تو می آید، بیماری که در خانه تو است برود و این چونین هر بلایی که آمدنی است با سبب این حسنات بزرگ و یا این عملی که کردی دیگر به خانه تو ندراید. و از یک پیامدها و یا خود فایده های اساسی سخاوت و ثمره آن در آن است که محبت الله را انسان کسب می کند و وقتی الله بنده اش را دوست داشت، هر چیزی که بنده اش می خواهد و به صلاح بنده اش هست این را می دهد. برای همین الله در قرآن می گوید و احسنوا ان الله یحب المحسنین، شما احسان کنید، خیر و سخاوت کنید، براستی که الله سخاوتمندان را دوست می دارد. و وقتی الله ما را دوست بداشت، بدانید که به محبت هیچ کسی نیاز نداریم، به کمک کسی نیاز نداریم. اونی که رب السماوات و الارض است، اونی که رب العالمین است، کل هستی در دست او هست، دیگر او همیشه یاوری ما می باشد. و یکی از ثمره های بزرگ دیگر سخاوتمندی این است که عیب‌های انسان را می‌پوشاند. عیب‌های انسان را می‌پوشاند. اونی که با غضب خود، با بدزبانی خود، با بعضی از عمل‌های بدی خود به دیگران ضرر می‌رساند، اگر او سخاوتمند باشد، سخاوت او، کرم او تمام این عیب‌ها را می‌پوشاند. برای همین امام شافعی میگویند و این کثرت عیوبک فی برایه و سرک ان یکون لها غطاء تستر بالسخاء فکل عیب یغطیه کما قیل السخاء. وقتی تو خیلی عیب‌هایت زیاد شد، پس در این وقت صدقه بکن یا خود سخاوتمند باش، بدان که سخاوت تمام عیب‌ها رو میپوشاند. برعکس این بخیلی و یا خود خسیسی تمام نیکی‌های انسان رو میپوشاند. و وقتی انسانی که مشکل‌های زیاد دارد، بعضی از خطاگی‌ها دارد که مردم میدانند و انسان از خطا هرگز پاک نیست، چون ما بشر هستیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن تمام فرزندان آدم خطاکار هستند، ولی سخاوت خود و یا دادن سبب می شود که عیب‌های شما پوشیده شود. و همیشه می بینیم که در تاریخ هم از حاتمی طای و یا دیگر از نمونه های سخاوت همیشه به نیکی یاد میکنند. در حقیقت در آنها نیز بعضی خطاگی ها بود و در انسان می شود، ولیکن سخاوت آن انسان، دادن آن انسان سبب شده است که تمام عیب‌هایش را پوشاند. چگونه که عزیزان خودتان شاید در عائله، در مثلا در جایی که زندگی میکنید، یک نفره را پیدا میکنید که سخاوتمند است، همیشه با طعام دادن و یا بعضی از هدایا دادن دل مردم را به دست می آورد و مردم اگر بدی از او شنیدن همان میگویند در حق او سخنی بد نگو، او خیلی به مردم کمک میکند. پس سخاوت سر اساسی انسان در به دست آوردن محبت مردم و پوشانیدن عیب های او می باشد. برای همین چگونه که با بخیلی تمام نیکی های ما از بین می رود. اگر ببخشید به کسی خیلی خیلی کمک کردیم از همه طرف مثلا، ولی وقتی چیزی داریم و به او ندادیم، دیگر در قلب او سیاهی پیدا می شود که چقدر انسانی بد است که یک چیز کوچکش رو به ما نداد. در سخاوت هم اگر بدی کردیم و یا عیب داریم اما با مردم با دادن
چی دادن از مال باشد، چی دادن از چیزهای دیگر باشد کمک کردیم، تمام عیبهای ما پوشیده می شود. و سبب دیگر و یا خود ثمره دیگر این است که با سخاوت محبت مردم نسبت انسان زیاد می شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند تحد و تحب، شما وقتی هدیه دادید هدیه بدهید، زیرا هدیه ها محبت شمایان رو زیاد می کند. و چقدر دشمن های هستند، چه خصومت و مشکلی های هست که با دادن یک هدیه کوچک، با سخاوت کوچک و کریم بودن در یک چیز کوچک دشمنی ها از بین می رود. برای همین آنهایی که سخاوتمند هستند خیلی دشمنی کم دارند. و یکی از ضرب المثل های عجیب در زبان عربی هست که میگویند اگر کسی رو میخواهی برده خودت قرار دهی با اون نیکی زیاد کن، علل خصوص سخاوت. وقتی با سخاوت به کسی زیاد کمک کردید، الکی خواه و نخواه او شما رو دوست میدارد و او با همین عمل شما دیگر نمیتواند دشمنی شما باشد. و میگویند هر کسی که سخاوتش زیاد است دیگر دشمنی او کم است و حتی اونهایی که او رو خیلی بد میدیدن از این به پس در حق او دعا میکنند. و این رو در قصه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خیلی زیاد مشاهده میکنیم که در اسلام مؤلفت و قلوبهم گروه هستند، اونهایی که به اسلام نگرویده هستند و یا اینکه نو به اسلام گرویدن میخواهند اما اونقدر در هدف خود و یا در مقصد خود مستحکم نیستند. انا به اینها در شریعت باید قسمی از زکات داده شود تا اینکه قلبهای اینها به اسلام گرود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم یکی از سیاستشان و معاملهشان با مردمی که با پیامبر دشمنی داشت و آنهایی که با پیامبر مشکلی ها داشت چنین بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد به آنها میدادند. و در اینجا حدیثی هست که یک نفر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و پیامبر به او آنقدر زیاد چاروا می دهند که حتی بین دو کوه را پر می کند. سپس این مرد دویده به قومش رفته می گوید ای قوم من، اسلام بیاورید، مسلمان بشوید، فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشى فقه. محمد اونقدر میدهد که هرگز از کمبغلی ترسیده نمی شود. یعنی شما وقتی مسلمان می شوید از کرم پیامبر خیلی بهره می گیرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به اکثریت نفرانی که خیلی نسبت اسلام بدبینی داشتن با دادن مالهای خیلی زیاد آنها را خیلی در اسلام مستحکم کرده بودند. پس یکی از راههای دیگری که دشمنی ها را میبرد، بعضی از اختلاف های عائله را میبرد و دشمن انسان را کم میکند، این سخاوتمندی و دادن میباشد. و در اینجا عزیزان در خود حیات امروزه هم دیده میتوانیم که برای مثال هر زنی که زن دوم است و یا سیوم است ولی همسرش خیلی در دادن مال در بین زنهای خود کریم است و به همسران خود هرگز بخیلی نمی کند، به همش خانه داده است، چیزی دیگر داده است، زنها آنقدر در حق شوهر غیبت هم نمی کنند، نارضایی هم نمی کنند. اما برعکس این مردی که خودش خسیس است و یا اینکه دارد و به همسرش نمیدهد، حتی یک همسر داشته باشد هم همیشه از دهان آن همسر کلمه شکایت رو میشنوید که میگوید شوهر من بخیل است و یا خسیس است و یا دارد و نمیدهد و از این مشکلی ها. پس حتی بسیار زنی که در خود جامعه تاجیکستان خیلی در نظر علل خصوص زنها یک دهشت است، زنهایی که با شوهرهای ثروتمندی سخاوتمند، آنهایی که هم ثروت دارند و هم سخاوت دارند ازدواج کردند، آنقدر شکایت نمی کنند. میگن شرایط خیلی خوب داریم، 2 نفر هستیم یا 3 نفر ولی شوهرمون الحمدلله خیلی خوب مایان را از همه جهت مهیا میکند. برعکس بعضی از شوهرهایی که سخاوتمند نیستند، اگرچه ثروتمند هستند، حتی یک دانه زن آنها همیشه مشکلی دارد و شکایت دارد. اینچنین در بین خواهر و برادرها نیز خیلی زیاد مشکلی هایی که اساساً می شود به سبب میراث و یا چیزی که دادی و ندادی و یا یک پولی خیلی کم که به سبب آن جنگ و تلاش های زیاد می شود. با یک سخاوتمندی از حق خود گذشتن، من این رو برای تو هدیه کردم، من الکی نمی خواهم گفتن، می بینید که چقدر محبت
محبتی خش و تبار هم زیاد می شود و اکثریت مشکلی هایی که حل خود را تا امروز پیدا کرده نتوانسته بود با یک هدیه دادن، با یک صدقه کردن، صدقه نگویم سخاوت کردن دیگر از بین می رود. برای همین شخص سخاوتمند گفته نفری رو میگویم که فقط به کمبغل نه، به خویش و تبار خود، خواهر و برادر خود، مادر و پدر خود، البته همسر و فرزند خود هم سخاوت میکند. دادن مال رو فقط برای کمبغل نه، برای اهل عائله‌اش هم میدهد. برای همین بعضی از خواهران زیادی هستند که میگویند شوهر من خیلی خوب است، زکات میبرارد، اما نسبت من و یا نسبت عائله من اگر کمترین کمک شد همان قهرین می شود و جنجال می شود. و یا بعضی خواهر و برادرانی هستند که میگویند برادر ما انسانی خوب است، ثروتمند است، لیکن به ما هرگز کمک مالی نمی کند، یعنی خیلی بخیل است. برای همین وقتی گفتیم سخاوتمندی و آبروی سخاوتمندی و اینکه انسان سخاوتمند دشمنی کم دارد، محبت زیادی او در قلب مردم است، این همون انسانی هست که به دور و نزدیک، به کم بغل و ثروتمند به همه کمکش میرسد. اگر به کم بغلان به خاطر صدقه و یاری باشد، به انسان‌هایی که ثروتمند هستند به خاطر محبت آنها، به خاطر دعای آنها، به خاطر قوی شدن صله رحم به آنها کمک میکند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان و دیگر از ثروتمندان قریش بعد از اسلامشان تا 100 تا 200 تا 300 تا شتر داده بودند، در حالی که آنها کمبغل نبودند، از ثروتمندترین قریش بودند. به خاطر آنکه دیگر کینه ها از بین رود، محبت زیاد شود و در اسلام اینها به خاطر مال هم که شده در آمده باشند بعداً در اسلام خیلی پایبند شوند و کمکشان به دیگران رسد. برای همین گفتیم سخاوتمندی شما، دادن شما سبب می شود که خویش و تبار شما هم با شما خیلی محبت کنند و شکایت های زیادی زن و شوهری نیز از بین رود. و یکی از ثمره های دیگر سخاوت البته این آرامش دل می باشد. انسانی که سخاوتمند است خود از خود خیلی که الله میگوید ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از گذشته خود، نه از آینده خود، نه از حاضر شرایط خود هرگز او ناآرامی و یا اینکه خواطری نمی کشد. برای اون که سخاوت او سبب می شود که الله آرامی را در قلب او جای دهد. به نزدیکی خواهر بود میگوید شوهر من خیلی خوب است، زندگی خوب دارد، ولی من مدتی 1 سال زیاد است که بیمار هستم. بیماری که نه بیماری روانی گفته می شود، نه بیماری جین زدگی و یا چیزی دیگر. شبهایش درست خوابم نمیبرد، قلبم ناآرام است، همیشه از چیزی ترس دارم. وقتی که از خواهر چون این مسئله را کاملا شنیدم، من گفتم شما که ثروتمند هستید 1-2-3 نفر عائله را به کفالت خوب گیرید. و در تاجیکستان که الان شرایط خیلی بد است، بعد از این کرونا ویروس و مشکلی ها می توانید از تاجیکستان پیدا کنید، از احوالشان خبر گیرید، تلفن کنید، کم کم پول فرستید، می بینید که این مشکلی ها می رود. مدتی کمی نگذشته خواهر میگوید برای شما مژده است که من خیلی آرام شدم، با این عائله های کم بغل هم مشغول شدم و هم خودم دیگر اون مشکلی ها رو ندارم. پس آرامش قلب، آنهایی که همیشه از ناآرامی خود شکایت میکنند و میگویند قلب من قرار ندارد، زندگیم خوب است اما یک کم ترس دارم و چیزهای دیگر، بدونید که اگر سخاوت در قلب شما جای شد و هدف شما کمک کردن به خلق الله، خوش و تبارتان باشد خواه دیگران، این آرامش به قلب شما می آید و شما یک باره چنان آزادی را حس میکنید که هیچ یک نفر دیگری حس نکند. اما اینجا عزیزان وقتی گفتیم این همه فایده سخاوت هست، ولی من چگونه سخاوتمند شوم؟ در حالی که بعضی ها میگویند تو اینکه پول زیاد در دستت نباشد تو نباید سخاوتمند شوی. بعضی ها میگویند شرایطم اصلا در کجا هست که من سخاوت کنم، یعنی حتما باید پولدار باشید، صاحب زکات باشید و یا یک خانه و ماشین و از اینها داشته باشید. عزیزان سخاوتمندی خاصی فقط اغنیا و یا خود ثروتمندان نیست، هر یک کم بغل هم میتواند سخاوتمند باشد و سخاوتمندی را ما میتوانیم با یک دانه کرته و یا با یک کاسه آش و یا حتی
با یک لبخند که انشالله درباره سخاوتمندی معنوی در برنامه های دیگر با هم صحبت میکنیم، میتوانیم با کمترین چیز به کسی کمکمون رسد، با کمترین مبلغ، با کمترین اشیای خانه‌ای که در ما هست و زیادی هست و یا در ما هست و اگر دادیم به ما هیچ ضرر نمیرسد. برای همین گمان نکنید که سخاوتمندی حتما باید با مبلغ زیاد باشد و یا با چیزی، با مال و با ملکیت زیاد باشد. همه میتوانند سخاوتمند باشند و در تاریخ اگر درباره سخاوتمندان ما همراه کتابی را خوانیم از حاتمی طایی و یا از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حیات همسران پیامبر، از حیات صحابگان، میبینیم که آنهایی که سخاوتمند بودند آنها از جمله ثروتمندان نبودند، زندگی عادی داشتند اما در بین مردم با سخاوت مشهور بودند و درباره آنها قصه های خیلی زیاد است. از جمله درباره زین العابدین نبیره حضرت علی که میگویند در زندگی کسی ثروتمندش نمیگفت، ولی گروه از کمبغلان در مدینه زندگی میکردند که هیچ کس نمیدانست که این کمبغلان از کجا درآمد دارند، زندگی عادی دارند و درآمد دارند، تا اینکه زین العابدین وفات کرد و این کمبغلان همگی به کوچه برآمدند و مردم فهمیدند که هر یکی این خانواده کمبغل را زین العابدین در کفالت خودش قرار داده بوده است و حتی میگویند وقتی جسد مبارک زین العابدین را میشستند در پشت او و در کمر او خیلی زیاد از اثرهای ارغمچین و یا خود ریسمان بود که با آن به کمبغلان شبانه از خوراک و از طعام میبرد. پس سخاوتمندی را مخصوص اغنیا نه، همه میتوانند سخاوتمند باشند. با کمترین چیز ما میتوانیم عزیزان خود را، قلب آنها را به دست آوریم. مشکلی های زیادی که بین ما و بین همسایه ها و بین خویش و تبار است با یک سخاوتمندی کوچک دیگر به انتها رسانیم و البته که برابر این زیاد شدن مال خود که این وعده الله هست، به هر کسی که میدهد الله میدهد و این دعای فرشته ها هست، به این ما نائل میگردیم. ولی چگونه من باید سخاوتمند شوم؟ با کدام رو؟ خیلی انسانی بخیل هستم. برای مثال بعضیا میگن هر چی میکنم نمیتوانم سخاوتمند شوم، زیرا اینکه از اول مرا عادت کنانیدند که من به کسی چیز ندهم. پیش از همه وقتی که میگوییم باید سخاوتمند شویم، هر یک عملی که آن عمل برای انسان فایده دارد و آن عمل انسان را در دنیا و آخرت نجات میدهد، همیشه شیطان پیش راه او را میگیرد و این چنین انسان های شیطان صفت برای چی میدهه؟ به زندگی خودت نگاه کن، اصلا برای چی تو میدی؟ تو شرایط خودت رو بین، تو آینده داری، فرزندان داری، همسر داری، یعنی از هر طرف. حتی نزدیکترین نفری ما وقتی میخوایم سخاوتمند باشیم و چیزی رو بدهیم می آیند وسوسه میکنن. از همه پیش باید از آیات‌های الله درباره سخاوت و وعده الله به شخصان سخاوتمند و این چنین از احادیث پیامبر و خود زندگی کامل پیامبر که تمام عمرشون هر دقیقه و هر ساعت با سخاوت مشغول بودن باید با خبر باشیم و یقین بدانیم که وعده الله حق است و الله هرگز به وعده‌اش خلاف نمی کند. وقتی میگوید برابر هر داده شما من تا 700 مراتبه و از آن زیادتر به شمایان میدهم. و چیزی دیگر تفکر کردن درباره اینکه وقتی من میمیرم چه عملها انجام دادم و تفکر کردن درباره حیات ثروتمندانی که ثروتمند هستند و بخیل هستند و مردم آنها را چگونه نگاه میکند و آنها به چه مصیبت‌های دچار هستند و پس از مرگ آنها با خود چی میبرند. تمام عمر آنهایی که جمع کردند نه خود خوردند و نه به فرزندان دادند و این چنین دیگر رفتند و با یک کفن تمام ثروت خود را در دنیا واگذاشتند. و تفکر کردن درباره حیات صالحین، آنهایی که مشهور هستند با سخاوت، مثل عبدالله ابن مبارک و یا ابراهیم خلیل
قصه هایی که درباره سخاوت ابراهیم خلیل است اصلا شمار ندارد. پس بیایید تفکر کنیم درباره اینکه ما چی کار کرده ایستادیم و وقتی ما از دنیا رفتیم چه عملهای با ما هست و اگر ما سخاوتمندی کنیم یک باره میبینید که مناسبت مردم با شما دیگر میشود. حتی مناسبت خانه، یعنی شوهری که بخیل بود و یک باره سخاوتمند شد، مناسبت زن و فرزندانی او یک باره با او دیگر میشود. دعای پدر و مادر، صله رحم، خویش و تبار. تفکر کنیم درباره ثمره های سخاوت و تفکر کنیم درباره بخیلی که این بخیلی ما را به کجا میبرد. این ترس ما از اینکه من دادم کم میشوم، من نباید بدهم، چی میشود و عاقبتش چی دارد. خیلی زیاد در این باره انسان باید تفکر کند و البته که تربیه سالم از طرف پدر و مادر. هر پدر و مادری که از کوچکی به فرزند سخاوتمندی را یاد میدهند و هنوز از دوران کودکی این را به دوستت بده، این را به برادر و خواهرت بده و خانه همسایه خوراک بر، اینها را یاد میدهند، یقین بدانند که سخاوتمندی یک اخلاقی در قلب کودک کاشته شده و الکی هرگز ریشه‌کن نمی شده. کودک بزرگ می شود و هرچی بزرگ می شود سخاوتمندی در او زیاد دیده می شود. و البته که در خود مکتب ها که می توانند برای ریموند پول جمع کنند، می توانند برای پیشواز و برای جشن نوروز و چیزهای دیگر پول جمع کنند، کاش برای سخاوتمندی بیایید همگان پول میمونیم و آن را به یتیم خانه میبریم. بیایید همه کمی کم باشد هم یک مقدار مبلغ گذاری کند به یگان نفری بیماری و یا به بیمارستان میرویم و به کسی میدهیم. این گونه تربیه کودکان را در خود مکتب ها نیز جاری میکردند. برای آن که همگان عزیزان میدانیم میگویند برای جشن نوروز، برای قید کردن زادروز فلانی، برای هدیه خریدن به فلانی پول جمع میکنند. اما بیایید یک مقدار پول میمونیم و به دیدار بینی بیماران می رویم و یا یتیم خانه، جایهای دیگری که باید به آنها کمک کرده شود به آنجا می رویم، از کسی شنیده نمی شود. و حتما باید از کوچکی خواه در مدارس یا خود مکتب ها و در خود خانه نیز باید کودکان را به سخاوتمندی و دادن و فهمانیدن این که تو دادی به تو الله می دهد، تو دادی زیاد می شود، از دادن کم نمی شوی، حتما باید آنها را عادت کنانیده شود. ولی گفتم نه، من رو بخیل بزرگ کردن. نمیدونم، من در یک محیط بزرگ شدم که هرگز دادن چی است نمیدونم. حتی به پدر و مادرم هم دادن نمیتوانم و پولهایم رو جمع کردن رو دوست میدارم، یعنی یک خسیسم. در این وقت البته با اجبار خود رو باید مجبور کنیم. انسان وقتی یک چند بار خودش رو مجبور میکند دیگر اون عمل و یا خصلت برای او طبیعی و عادی می شود. هر نفری که از خسیسی خودش و یا بخیلی خودش و یا اینکه از اون که همیشه جمع میکند و به کسی نمیدهد شکایت میبرد، بداند که باید مجاهده نفس کند، با خودش به جنگ براید و خودش را مجبور کند و این بخل خود را باید با مجاهده کردن تماما نابود سازد. که و من شح ببخشید آیت رو الان فراموش کردم. معنای آیت این است که نه و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. هر کسی که بخیلی خود را فرو برد، بالای بخیلی خود زور برآمد، او دیگر مفلح است، از جمله این نجات یافتگان است. پس وقتی ما شکایت میکنیم که من داده نمیتوانم، هر چی کنم از فقر میترسم، فرزندی خودم رو مونده برای چی به فرزندی برادرم دهم، اویله خودم رو مونده برای چی به همسایه کمی کمک کنم، پدر و مادرم اصلا شرایطشون خوب است چرا به آنها هدیه خرم. وقتی این گونه وسوسه ها از هر طرف به ما می آید، حتما باید ما بالای این کار کنیم و خودمون رو مجبور کنیم و بگوییم که این چیزهایی که آمده ایستاده است همش وعده های خبیث شیطان است. حتما باید بالای این منظور برایم و بدانید که در اولین لحظه که به خاطر الله سخاوتمندی کردیم، به خاطر اینکه مردم مرا دوست دارد و یا به خاطر اینکه من میخوام آبرومند شوم و یا به خاطر اینکه من دادم به من دهن، نه، به خاطر الله که الله امر میکند بدهم من دادم، میبینید که یک بار نگاه خود ما به دنیا و نگاه مردم به ما و یک باره
آرامشی که به ما می آید به یگان دارو و درمان، به یگان آرام بخش ما نمی توانیم کسب کنیم. پس حتما باید اونهایی که سخاوتمند هستند در سخاوت خود بیافزایند و سخاوتمندی رو خاص کمبغلان نه، خاص تمام مردم، حتی دوستی که خیلی ثروتمند است می توانند به او چیزی رو هدیه کنند، دوستی آنها می افزاید. پدر و مادری که شرایط خوب دارند با یک هدیه کردن آنها صدها مراتب زیادتر راضی می شوند و دعای زیاد می کنند. خویش و تبار همسر خانه برابر نفقه هر روزه البته به سخاوت همسر خودش هم نیاز دارد و رضاگی همسر. الکی وقت زن از شوهر خود تعریف میکند این را یقین بدانید که اون مرد عادی نیست، برای آنکه نزدیکترین نفری که کلی همسر خود را میداند این زن و یا شوهر می باشد. و البته درباره جامعه نیست، وقت سخاوتمندی زیاد شد این فاصله هایی که بین کمبغل و بین ثروتمندان است، جدا کردن یتیم، جدا کردن بیچاره، خیلی خوشرو بودن خانه ثروتمند و در یک خانه ویرانه زندگی کردن یک انسانی قشاق، اینها نیز از بین می رود و جامعه به یک شکل می شود که حتی کمبغلان به نفرانی که ثروتمند هستند هرگز کینه و عداوت و بدخواه نباشند، بلکه گویند که در ثروت اینها بیافزای تا اینکه اینها باز به ما زیادتر کمک کنند. کلی کینه و عداوت و حتی حسد و بدبینی ها نیست در وقت سخاوتمند بودن ما از بین می رود. و این بود عزیزان موضوع ما درباره سخاوت، علل خصوص در این ماه مبارک رمضان. بیایید ببینیم که آیا سوال ها هست و اگر سوال آمده باشد حتما در جواب هستیم. سوال یکم، یک دامولا گفت که بهترین خیر و سخاوت این خیر و سخاوت به فرزندان و اهل و عائله خودت هست. آیا این درست است؟ آره، بهترین سخاوت به خویش و تبار خودت، برابر فرزند و اهل عائله اول شده پدر و مادر، سپس دیگر فرزند و همسر اینها می باشد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صدقه که به یک نفر بیگانه کردید اجر صدقه دارد، اما صدقه که به یک خویش و تبار خودتان کردید هم اجر صله رحم دارد و هم اجر سخاوت شما یا صدقه شما را دارد. و وقتی که انسان صدقه میکند، خیر و سخاوت میکند، خواه سخاوت عادی باشد خواه صدقه باشد، حتما باید از خویش و تبار خود اول شده پدر و مادر، سپس فرزند و همسر و خواهر و برادر خود شروع کند و البته که نباید حق یتیمان و بیگانگان را نیز فراموش کنیم. سوال دیگر، بعد گذشتن پدر و یا مادر میکنند روزهای جمعه میکنند روزهای پنجشنبه یا جمعه، یعنی خیر میکنند، آیا درست است یا نه؟ این یکی از مشکلی های جامعه ما در این است که گمان میکنیم با جمعگی کردن و پنجشنبگی کردن ما میتوانیم دیگر خیرمون را تمام کنیم، در حالی که خیری که در جمعگی و پنجشنبگی میشود به خاطر ثواب و یا یک عنعنه دائمی تشکیل شده است و مردم فقط خیر را در همین میبینند. برای پدر و مادر گذشته پیش از همه وقتی میخواهیم خیر کنیم موافق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به دوستان آنها باید ما خیر کنیم و دوستان پدر و مادر ما که ها هستند و آنها چگونه خیر کنیم این را باید پیدا کنیم. لیکن طعام دادن در شکل عموم، خوراک دادن به کمبغلان، خوراک دادن به همسایه و خویش و تبار در شریعت وجود دارد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و مردم مسلمان یا تقواداران نفرانی هستند که از خوراک‌هایی که خودشان دوست می‌دارند و خوراک‌هایی را می‌گیرند و به کمبغل و به یتیم و به دیگران می‌دهند. اما متاسفانه این جمعگی و پنجشنبگی که ما می‌کنیم در آن یگان کمبغل و در فقیر تقریبا وجود ندارد، یک چند خویش و تبار خود را می‌گوییم و گویا که خیر شده است، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم باری هم این را نکرده بودند. همچون جمعگی و پنجشنبه نه، عادی خوراکی را پخته میخواهم خویش و تبارم را خرسند کنم و میخواهم از اجر این طعام دادنم پدر و مادر من راضی شوند و آنها نیز ثوابش رسد، گفته مشکل ندارد. اما هر روزی پنجشنبه و دوشنبه و یا جمعه مخصوص خوراک کردن در شریعت تماما وجود ندارد. سوال دیگر،
زن هم اگر بوی باشد باید زکات دهد. اگر زن بی شوهر باشد چی؟ زکات، سوال کننده عزیز، خاصی زن و مرد، کوچک و بزرگ نیست. در شریعت کودک هم باید زکات دهد. اگر کودک میراث داشته باشد، پول شخصی داشته باشد، ولی او، پدر او و یا خویش و تبار او از پول او زکات میدهند. برای همین زن هم از پول خود زکات میدهد وقتی که پولش به نصاب زکات رسیده است و نصاب زکات برابر 85 گرم طلا و یا 595 گرم نقره می باشد. به همین مبلغ اگر پول در دستش بوده رسید، اگر یتیم داشته باشد، هم بی شوهر باشد، هم تنها باشد، هم حتما باید 2.5 فایز آن را زکات برآورد. سوال دیگر: من خیلی میخواهم سخاوتمند باشم اما به سخاوت دیگران نیاز دارم. شخصان سخاوتمند را دیده خیلی افسوس میخورم که کی من نیز خیر کننده میشده باشم. یگان دعا و یا عملی هست که انسان را پولدار و سخاوتمند کند. البته که در این باره دعا هست، اما پیش از دعا را گفتن سوال کننده عزیز خیلی که گفتیم سخاوتمندی مخصوص شخصانی بای نیست، مخصوص شخصانی که آنها پولدار هستند مخصوص آنها نیست. هر یک کس میتواند سخاوتمند باشد. چگونه که شاعر میگوید تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، بدم و یا درهم یا قلم یا قدم. یعنی تو میتوانی حتی با یک صحبتت و یا با قلمت و یا با پایهایت که دیدار بینی کنی از احوالش پرسی و یا با تبسمت، تبسمک فی وجه اخیک صدقه، تبسم شما هم این خودش سخاوت است. برای همین سخاوت فقط خاص پول نه. سخاوت دل به دست آوردن، کمک کردن و از آن راضی شدن، خواه به پول باشد خواه به معنویات، تبسم و کمک کردن و حتی دعای نیک کردن در حق آنها. برای همین از کمترین چیزی که در دست داریم میتوانیم سخاوتمند باشیم. اگر چیزی نداریم با دعا کردن در حق عزیزان و کمک کردن در وقتی آنها نیازمند بودن، مگر بیمار باشند و یا کودک داشته باشند و یا اینکه کارهای دیگر، ما میتوانیم سخاوتمند باشیم. سوال دیگر: بعضی ها نمیدونم کدام کلمه است، میفروشند همه میدانند اما مسجد میسازند. دام الله ها نم گیره به فکرم مواد مخدر رو در نظر دارند. بعضی ها مواد مخدر میفروشند همه میدانند اما مسجد میسازند. دام الله ها آنها را آشکار در نماز جماعت صفت کرده دعا میکنند. آیا درست است؟ پیش از همه سخاوتمند کردن و یا صدقه کردن یکی از شرط های اساسیش این است که باید از مال و کسب حلال باشد. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الله طیب و پاک است و جز پاکی یا مال های پاک چیزی دیگری را قبول نمی کند. و از حرام پولی که به دست می آوریم، خواه از طریقه قمار باختن باشد و یا مواد مخدر و یا اینکه از طریقه رشوه گرفتن از مردم و یا به هر راه ظلم و حرام، هر پولی که به دست می آید با آن نه ثواب مسجد داریم، نه حج داریم، نه چیزی دیگر. این کاملا گناه است و انسانی که این عمل ها را می کند هیچ فایده برای او ندارد. سوال دیگر: اگر آدم شرایط خوب داشته باشد چقدر میتواند خیر و صدقه کند جایز است، لیکن در روزهای مخصوص یعنی یگان روز را برتری دادن از روزهای دیگر جایز نیست. میگویند روزهای مخصوص، آره روزهای مخصوص برای صدقه نیست، ولیکن بعضی از وقتها را الله از دیگر وقتها مفضل کرده است. مثل اینکه ماه رمضان را در بین ماهها، روز جمعه را در بین روزها و اینچنین روز عرفه و یا خود دهم روز محرم. یعنی روزهای هست که الله آن روزها را روزهایی که فضیلت دارند و یا برتری دادن اعلان کرده است، یا به زبان پیامبر یا به زبان خودش در قرآن یا در قرآن کریم ببخشید. برای همین در این روزها هر عمل صالحی که کرده می شود اجرش زیادتر می شود، خواه صدقه، خواه نماز نفل، خواه عملهای دیگر. پس همه روز برای صدقه و عمل صالح هست، اما روزهایی هست که عمل صالح اجرش چند کرات بالاتر می شود. سوال دیگر: یک بار قرض دادن با 18 مراتب صدقه دادن برابر است میگویند. آیا این درست است؟
یک بار قرض دادن، نه، هر کسی که قرض میدهد و به عوض قرض داده اش به نفر قرضدار مهلت میدهد، مثل اون است که به او صدقه کرده است. و حدیث دیگر، هر کسی که به نفر 2 مرتبه قرض میدهد گویا 2 مرتبه او صدقه کرده است. با این معنا حدیث است. اما 18 مرتبه که در اینجا دارید ببخشید نوشته، درست گپ هیچ خبر ندارم. سوال دیگر، به بینماز خیر کردن درست است یا نه؟ شخص بینماز چگونه که پیشتر گفتیم تقسیم می شود. بینمازهایی که نماز را کاملا انکار میکنند که اینها مسلمان نیستند، و بینمازهایی که از روی تنبلی نماز نمیخوانند. بینمازهایی که از روی تنبلی نماز نمیخوانند مسلمان هستند، اما آلوده گناه کبیره. اگر به اینها خیر کردید و گفتید به تو خیر میکنم لیکن نمازت را شروع کن، عملهای صالحت را زیاد کن، و اینها محبتشون به شما زیاد شد و یک باره انسانی صالح شدن، اجر زیاد میگیرید اگرچه بینماز باشد. لیکن میدونید که برابر بینمازیش هر خیری که کردید به گناه استفاده میکند، در مثلا سیگار کشی و یا عملهای دیگر. در این وقت ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نباید در گناه و در دشمنی به همدیگر کمک رسانیم. سوال دیگر، کمیته محله ما در ماه رمضان خیر و سخاوت، زکات و فطر روزه اتران را به من دهید، از بالا فرمان شدگی گفته در بدر مردم در آمده پول جمع کرده ایستاده است. از ترس اینکه مبادا خبرکشی کرده ضرر نرساند پول دادیم. این از ترس خدا نه، از ترس فتنه کمیته محله بود. آیا من باز اثر نه فطر روزه دهم؟ شرایطم اینقدر خوب نیست اما دلم سیاه شد. پیش از همه نباید از کمیته میترسیدید و به او میگفتید چگونه که اینجا گفته ایستادید که شرایطم اونقدر خوب نیست، به کمیته میگفتید که من شرایطی خوب ندارم، یعنی من شرایط ندارم که به تو فطر روزه دهم. اما فطر روزه حتما باید به صاحبانش داده شود و به مقدار مبلغ خودش. در تاجیکستان مقداری 3.5 کیلو آرد و یا برنج پول همون رو باید از نام یک نفر فطر روزه دهید و به نفرانی کم بغل، اونهایی که محتاج هستند، شرایطی پست دارند. الان کمیته گرفته اون رو به کی میدهد؟ این رو شما نمیدهید. البته که در این وقت شما فطر حقیقی رو باید برآورده کنید و نباید ترسیم حتما اگر ما گفتیم که شرایطی پست دارم دیگر هیچ کار کرده که نمیتواند. این یک قانونی نیست که شکننده قانون باشه. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله. خواهر عزیز، از اجر و ثواب هجرت می گفتید و دعا کنید در حق زنهای مهاجر که صبرمان تمام شده ایستاده است. و علیکم السلام و رحمت الله. پیش از همه خواهر عزیز، هر کسی که در راه الله هجرت می کند، این وعده الله هست، در همون مکانی هجرت کرده است الله مراغما کثیرتا وسع، جای را به او نصیب میکند که هم رزقش وسیع است و هم یک آبادی و آرامی است، اما به شرط آن که هجرت به خاطر الله باشد، نه هجرت به خاطر شرایطی خوب. مخصوص هجرت به خاطر آن که من در دولتم دینم را پایدار داشته نتوانستم، به خاطر ستر و حجابم، نماز روزم اینجا را ترک میکنم. و البته که وقتی که مهاجر شدید و اجرتان را از الله طلب کردید، الله خودش صبر میدهد. واصبر و ما صبرک الا بالله، میگوید الله تو صبر کن، اما صبرت بجز از طرف الله دیگر راه نیست. یعنی خودی الله فقط ذاتی است که به انسان صبر میدهد. ولیکن البته که دعا همیشه اجابت است، علل خصوص در حق همدیگر در این ماه مبارک رمضان. به الله همگان بیاید دعا کنیم که پروردگار این هجرت مردمی تاجیکستان و این هجرت دیگر مردمی مسلمان رو خودش با بزرگیش به پایان رساند و ما نیز در وطن خود آسایشته زندگی کنیم و الله به این کار قادر است. سوال دیگر، من دو زندگی میکنم. خواهر سوال میکند که من دو زندگی میکنم، نوری چشمم را بروانده پول کار میکنم، بعضی کودک در بغل کار میکنم، شوهرم همه پولم را میگیرد، برای نیازهای زنانه اقلا پول نمیدهد، چی کار کنم؟ پیش از همه خواهر عزیز، باید بالای شوهرتان در این وقت اونقدر خاکساری نکنید، به او گوید که پولم رو نمیدهم، و اگر نمیدهم گفتید مثلا چیکار کرده میتواند، اگر میزند یگان ضرر میرساند، حتما از یکی از خویش و تبار خود کمک طلب کنید و یا از یگان نفرانی با عقلی که از خویش و تبار شوهر هستند و میتوانند به مشکلی شما در آمده حل را پیدا کنند. لیکن این را بدانید که یگان شوهر حق ندارد که هر پولی که زن در آمد میکند از آن من گوید و همه اش را گیرد.
باز یگان تینه بزن ندید. هیچ حق ندارد. شما میتوانید بگید من به تو پول نمیدهم، یعنی حق تو این نیست که پول مرا گیری. اگر نه بالای من زور میکند گفتید، حتما از یکی از خویش و تبار کمک کنید تا که نصیحتش کند. سوال دیگر: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شخص قرضدار می تواند صدقه کند به خویش و تبار یا درست است؟ آیا درست است؟ شخص قرضدار پیش از صدقه کردن حتما باید قرضش را بدهد، برای اون که هر نفری که قرضدار است و از دنیا رفت، بعد او تمامی عملهای صالحی کرده اش معلق میموند در یک جا، یعنی به مکانی که او باید برسد از جنت و از رضاگی پروردگار به اونجا نمیرسد تا زمانی که قرضهایش را ندهد. برای همین وقتی قرض دار هستید، پیش از آن که به خویش و تبار خود کمک کنید، حتما اول قرضهای خود را همش را برآورده کنید، مگر اینکه قرضهای شما سال از سال در یک ماه معین است، یعنی شما باید هر سال در ماه سپتامبر قرضتان را کم کم بدهید. در این وقت شما تا مدتی قرضتان رو دادن کم کم صدقه کرده می توانید کمک کرده، لیکن حتما باید قرض رو داده باشید، هیچ مهلتش نیست. در این وقت پیش از کمک کردن به دیگران باید قرض رو بدهیم که قرض از همه صدقه ها بالا می ایستد و حتما باید داده شود. سوال: من 400,000 روسی دارم، باید صدقه دهم؟ 400,000 روسی اگر مقدار 85 گرم طلا باشد، حتما باید از اون صدقه کنید، ببخشید زکات بدهید. زکات اون فرض است، اگر ندادید گناه کبیره است. و از 400,000 شما 2.5% را به نفران کمبغل و محتاج زکات میبرارید. اما اینجا ما درباره صدقه یا خود سخاوتمندی عادی صحبت کرده ایستادیم که این به یگان مبلغ معین رابطه ندارد. هر کسی که 1 درهم داشته باشد، هم 10 سامان داشته باشد، هم از آن با 1 سامانی خود میتواند سخاوتمندی کند و به کسی بدهد. اما نفرانی که مبلغی که در دست دارند به 400,000 رسیده باشد و یا از آن کم و زیاد و این مبلغ برابر 85 گرم طلا و یا 595 گرم نقره باشد، برای آنها فرض است که زکات بدهند و شرط و شروط زکات این است که مبلغ شما به نصاب رسیده باشد و از زمانی که در دستتان همین مبلغ هست 1 سال گذشته باشد. سوال دیگر: زکات کدام روز رمضانی دادن در کار؟ زکات یک روزی معین ندارد، یعنی در رمضان اکثریت زکات خود رو میدهند، برای آنکه میگویند هم اجر زکات رو میگیریم، هم اجری در این ماه مبارک هر چیز رو دادن زیادتر است، عملی صالح در این ماه زیادتر است. لیکن از روزی که مبلغی که شما در دست دادید و ببخشید، ولیکن هر لحظه ای که مبلغی که در دست دارید به 85 گرم طلا برابر شد و 1 سال گذشت، کدام وقت که نباشد باید زکاتش را دهید. یعنی زکات حتما در ماه رمضان و یا روز مخصوص رمضانی نیست، ولیکن اکثریت نفران محسن زکاتشان را در ماه مبارک رمضان میبرند، چون اجر هر یک عمل در این ماه زیادتر است. سوال دیگر: شما خودتان در کجا تحصیل کردید؟ معلومات اسلامیتان در کدام سطح است؟ اختصاصتان چه است؟ سوال کننده عزیز: من در مصر تحصیل کردگی هستم و دارای دراسات العلیا و یا ماجستر فقه مقارن در ازهر هستم. البته که رساله ام را تا حال نگرفتم، ولیکن 2 سال تمهیدی ماجستری یا خود ماگستری را در جامعه ازهر در مصر گرفتگی هستم و تخصصم فقه مقارن است که در زبان تاجیکی فقه 4 مذهب میگویند و الحمدلله که مدتی 10 سال و تا حال هم در دوام تحصیل هستم. با همین عزیزان گمان میکنم سوالهای ما به پایان رسید و پیش از آن که برنامه رو به آخر برسانیم، عزیزان وقتی که درباره سخاوتمندی و علل خصوص سخاوتمندی در ماه مبارک رمضان که در اینجا اجر زیاد هست صحبت کردیم، بیایید این رو عملی میکنیم و حتما شده از پدر و مادر خود شروع کرده تا فرزندان خود، همسر خود، حتی شوهر خود، خواهرانی که در این حالت وزمین خودشون کار میکنند و شوهر به سبب کرونا و یا به سبب یکی از مشکل ها کار نمیکند، حتی میتوانید به شوهر خود سخاوتمندی کنید، به شوهر خود خیر کنید. بیایید از نزدیکان خود شروع کرده تا تمامی خویش و تبار و آنهایی که
از ما دور هستند می توانیم به آنها کمک کنیم و کمک ما یگانه درمان نیست. خیلی که گفتیم بدم یا درهم یا قلم یا قدم می توانیم حتی با یک دیدار بینی یا احوال پرسی یا اینکه در حقشان دعای خالصانه کردن که پروردگار به آنها کمک کن. بیایید در حق همدیگر کمک کنیم و این سخاوتمندی را بیایید در برنامه هر روزه زندگی خود جاری میکنیم تا اینکه هم تمام مشکلی ها از ما برود و هم با یک هدف زندگی کنیم و یک قاعده کلی در زندگی ما جاری شود که هر درآمدی که دارم، هر چیزی که دارم در آن حق معلومش است. خیلی که الله میگوید للسائل و المحروم، برای یگان انسانی محروم و یگان نفری محتاج من از این به پس هر چیزی که دارم و یا انشاءالله به دستم میارم کمترین قسمتی آن را باشد هم به یگان نفر حتما از آن میدهم و اجرش را هم فقط از الله طلب دارم. و این بود برنامه امروزه ما و انشاءالله امروز با ساعت 18 در وقت مسکو و ساعت 20 با وقت دوشنبه برنامه دیدگاه می رود. متابعت آن و یا پیگیری و اشتراک در آن را هم فراموش نکنید و هر یک شمایان عزیز را به الله یکتا می سپارم با امیدی آن که هر یک برنامه که می گذرد، هر یک چیزی که ما دانستیم دستور عملی زندگی ما شود و فقط سامعین و یا شنونده نه، برابری شنونده بودن عمل کننده باشیم و از عملهایمان اول شده خودمان و بعداً دیگران از آن بهره بگیرند. هر یک شمایان در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.